من یک 4 سوال داشتم جناب استاد، اگر یادداشت بکنین لطف بکنین. مهربانی صاحب. آیا انسان مرده میشنود و اگر سر قبرش میره میداند؟ مرده میشنود و میداند. خب صاحب یکی شد. دوم، موتروان سواریا را به هتل میبره و هتل نان مفتان برش میته و حتی کارت میته، سیکرت میته. آیا این رشوت نیست؟ موتروان بله سواری ها را. خب صاحب درست. دو. سه سوال سوم، اجاره زمین آیا جایز است؟ ما به طور مثال در پروان یک گریب زمین داریم، در بدل 20,000 افغانی اینمی رو برش اجاره میتیم، ولو نقص میکنه فایده میکنه، هم سالانه 20,000 افغانی از پیش میگیریم. از پیش حتما 20,000 افغانی باید بته دیگه، اگر فایده کرد یا نقص کرد. خاصیم دیگه. جناب استاد، پود کردن چشم در نماز چه حکم داره؟ اگر در نماز چشمای خود بند میکنیم؟ پود کردن چشم در نماز. بسیار تشکر برادر بسیار عزیزی. الله برای شما اجر بده. برای شما دوستا بخیر و عافیت باشین. با ارتباط چند دقیقه اجازه بدین دوستای تکنیکی که ما سوالای دوست ما سوالای مهم است. با ارتباط سوال اولشان که در مورد مرده گفتن که آیا مرده میشنود یا نمیشنود، در قرآن پاک آیاتی هست که قرآن تشبیه میدهد عدم شنیدن کفار را به حق به مردگان، چنانچه میفرماید الله جل جلاله انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. تو مردگان را به اصطلاح شنوانده نمیتوانی. بناء به استدلال از همین آیه مادر مؤمنان عایشه رضی الله تعالی عنها و یک تعدادی از صحابه به این عقیده بودند که مرده ها نمیشنوند، در حالی که در حدیث مسلم پیغمبر علیه السلام میفرماید که انه لیسمع قرع نعالیهم، در وقتی که دفن میکنن مرده را لحظاتی باید باشین سر قبر تا اینکه انس و الفت بگیرد به قبر، یک عالم دیگر است و طبعا تنهایی خود یک وحشت است. به این اساس کسی پرسید که رسول الله آیا او از نشستن ما استفاده کرده میتواند یا خیر؟ فرمودند که انه لیسمع قرع علیهم، صدای پای شما را مرده میشنود. و میبینیم که در اینجا در همین موضوع طبعا برداشت مادر مومنان حضرت عایشه از آیه کریمه است که تشبیه به این معنا است که کفار نمیشنوند حق را همان طوری که مشبه به مردگان هستند، در حالی که عمر فاروق و یک گروهی از فقهای صحابه و به این نظرند که مرده ها میشنوند. تشبیه هست اینجا. تشبیه به این معنا نیست که 100%، بلکه چنانچه که ما وقتی که به خود سیاق و سباق آیه کریمه میبینیم در حالی که حرفای پیغمبر هم میشنویدن، هدف از این تشبیه همان طوری که مرده ها میشنوند ولی از شنیدن کدام استفاده کردن نمیتونن. اگر ما صدا کنیم مرده را که بفرمای به خانه خود بیای، حتما اجازه ندارد که حرکت بکنند مطابق صدا کردن ما. هدف فقهایی که میگن که در اینجا تشبیه مبتنی به عدم انتفاع است، یعنی همان طوری که مرده ها از شنیدن آواز ما نفع استفاده کردن نمیتوانند، همین طور کفار اگر قرآن هم میشنوند یا دعوت پیغمبر هم میشنویدن استفاده نمیکردن، در حالی که گوشای ظاهریشان کار میکرد. مراد از این گوش باطنی است که یعنی پذیرش نداشتن، نه قبول نمیکردن. به هر حال میتوانیم در مابین هر دو دلالتی تشبیه قرآن پاک و نصوص زیادی که درباره شنیدن مردگان آمده اینطور بگیم که در صورتی که مرده یعنی بدون شک، چنانچه که حدیث بخاری شریف است و دیگر احادیث هست که حتی کسی که به زیارتش میره او را میشناسد و همچنان ما وقتی که اونجا میریم سلام میکنیم. یا احادیث و این دعا تقریبا به دهها سند ثابت شده است که السلام علیکم دار قوم مؤمنین انا ان شاء الله بكم للاحقون. سلام وقتی که میکنیم در اوجا و لفظ خطاب به این معنا که وا میشنوند، ولی از شنیدن ما فقط وقتی که دعا میکنیم فایدهش برشان میرسه و دیگر غیر از او، یعنی از شنیدن ما و گفتگوی ما اونا استفاده کردن نمیتوانند. پس در مابین آیه کریمه و احادیث تناقض وجود ندارد.
به ارتباط کسایی گفتین واقعا که این چیز در افغانستان ما و شما خیلی زیاد مشهور است که بعضی کسا کمیشن کاری میکنند. بعضی راننده ها وقتی که از یک ولایت به دیگه ولایت در شهرها پیش رو وقتی که چیز میاد هتل‌های مشخصی است که مردم اونجا میبرن و این کارشان در صورت جواز دارد که کسایی که سواری هستن و در اونجا میرن اونا از امو غذا به اصطلاح قناعت داشته باشن، غذای قناعت بخش باشد. اینطور نشود که آدم به شخصی صاحب هتلی قسمی که شما گفتین یه خودش تمام کارش جور جور است، سیگرت می نوشد مفت، نوشابه مفت و غذای بسیار فوق العاده خودش نوشیان میکند، ولی به مردم غذای در اوجا داده می شود که اصلا قابل استفاده نیست. در این صورت کلان ظلم است، درست نیست که کارا بکنه. در ارتباط اجاره زمین فقها اختلاف نظر دارند. یک تعدادی از فقها که از جمله فقهای احناف می باشند اونا اجاره زمین جایز نمی دانند. چرا؟ به خاطر از اینکه اجاره در منافع هست، در اینجا معقود علیه خود زمین می باشد. و چیز دیگری که بسیار خوب شما اشاره کردین، در صورتی که خصوصا یک عقدی که قیمت ثابت باشد ولی منافع معلوم نیست که چیزی به دست میاد یا نمیآید، به همین اساس است که فایده‌ای که ثابت از بانک پرداخته می شود بدون کم و کاست این شریعت تحریم می کند. چرا امکان دارد که بانک متضرر شود و تو باید حتما 1 لک افغانی فایده در برابر یک چند لک دلار یا افغانی، این درست نیست.